Look at that naughty monkey. Look at that. It's still recording. ساعت 5 صبح اومدیم یه سوپرمارکت محلی قبل از چیز. آره 2 تا آب. ببین چی میگیری دیگه خوردنی. روشنته؟ چک. چی داره؟ نون؟ What she cook there? What she cook? This one? This is with what? چه مسیرش رو ببینید؟ یه حالت پله ماننده دیگه. پله‌ای باید برید بالا و قشنگ کوهنوردی کنید. جالب است. پیش به سوی طلوع خورشید در شهر سیگیریا. سلام بچه، ساعت 5 صبح و داریم میریم به سمت کوهنوردی روبروی صخره شیری. قراره یه دونه طلوع خورشید خیلی زیبا بهتون نشون بدیم و یه کوهنوردی حالت نیم ساعت 1 ساعت بریم بالا و یه ویو خیلی جذابی داره که کل این شهر سیگیریا زیر پاتونه. الان دیگه یه ذره حالا شبه، هنوز هوا روشن نشده. بعد کلی قراره جاهای مختلف بهتون نشون بدیم. ویدیو رو از دست ندید بچه ها. اومدیم اینجا وایسادیم الان. بعد اینجا اینقدر نیچرش بالاه میگه که این فیلای وحشی اینجا هن و این که دارن رد میشن. بعد داشتیم میماییم تو راه گاو و ما و اینا زیاد معلوم نیستش. دور تا دورمون هم مردابه. بچه این فیلای وحشی مثل که توی این قسمت هم جرئت نمی‌کنم برن. خود محلی ها هم ترسیدن برن. بوی داره. به ما کن نرید بیرون. Good morning. بچه ها من میدونه سوپرمارکت کوچولو آب و اینا بگیرید. Come in. Hello, good morning. Hello, good morning. او بچه ساعت 5 صبح اومدیم یه سوپرمارکت محلی قبل از چیز. محلیه دیگه. 2 تا آب. ببین چی میگیری دیگه خوردنی. روشنته؟ چک. چی داره؟ نون؟ What she cook there? What she cook? This one? This is with what? Vegetables? باید میگیریم 2 تا؟ یا 3 تا؟ 2 یا 3؟ 3? How much is one? 1 300? Okay. Okay. خب. 3 1. بچه 3 تا این نونا هم گرفتیم و میریم. خیلی باحاله بچه این حسی که این شهر بهت میده. همه چیزه. بگیره. الان ما نون خریدیم. دونه 100 تا 3 تا شد 3 یورو. ندارم قرضادی دارم. Water, 2 water. ما همه روزنامه همشهری
جام جم زد براتون. بسته بندش هم کرد. تازه محلی حاج آقا تازه خوابیدار شده، نماز میخوندن. دوباره چیز مورچه نره توش. ما غذاهای حقیقتش آذوقه خریده بودیم ولی دیروز تو اتاقمون مورچه ها به آذوقه‌مون حمله کردن. صبح پا شدیم دیدیم که تو تمام صبحونه‌مون که آماده کرده بودیم 24 ساعت پر از چیز بود. یه بچه حالا میریم به سمت بالا کوهنوردی. این آبم بردار. خداییش دیگه سوپرمارکت از این وایلتر دیگه هست نیست. اینجا موز و کوکونات و اینجا پیاز و 600 آبم دونه 150 استوتی بریم. بگی از همه بچه هایی که بگیم اینم اینجا هم شده. بچه این نونایی که گرفتیم و اینجا درست کرده، خیلی حرفه‌ایه. این هم آتیش چیز گذاشته با پوست نارگیل، خیلی عالیه. استوتی عالی عالی. بای 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 بای. چون همونطور که میبینید ما تنها آدم های دیوونه نیستیم که ساعت 5 صبح اومدیم بریم کوهنوردی. یه سری آدم دیگه هم هست. اینجا هم ورودیشه. بعد تورا داشتیم میومدیم همش پر فیل و میل و اینا، یعنی بهتون پیشنهاد نمیکنم که بدون محلی ها بیایید بدون تجربه. خیلی خطرناک بود. خیلی سیستم چیز بود. مثل اینکه قراره یه ساعتی هم بریم بالا برسیم به اونجا تا طلوع خورشید یه ویو خیلی جالبی داشته باشیم. حالا اینجا ورودی تمپلش هست و اینکه این تمپل خیلی مقدسه و با رکابی و حالت لخت و اینا زیاد نمیشه اومد. این ساین گذاشته برای تو جوری حالت مقدس دیگه. اینه حالت مسجد مانم میمونه. اینجا تیکت بخریم به عنوان یه در واقع مثل صدقه است به تمپل. آها. این هزینهش تقریبا نفری $3. آره نفری 1000 روپیه. 1000 روپی تقریبا میشه $3. $3 آره دیگه $3. کفش هم بپوشید حتما، یه کفش خوب چون باید بالا پایین بیاد. توریست هم کم کم دارن میان. آره با اینکه 5 صبح آدم زیاده. آره خیلی آدم اومده. قبل ما هم یه سری رفتن. نوشته به پیزا به میمونا پول ندید. پول که نه، غذا فود ببخشید. چرا پرداخت؟ خب بیدار شد من حرفم ریست نشده. خب اینجا نگاه کن نشون بدم. ببینید اینه دیگه. یه دقت کنید. میریم اینجا مسیرش یه دونه تیکتشه. آره طلوع خورشید و غروب خورشید و این است. اوکی هم مردم دارن میان. توریستا کم کم از اون ور میان. میرن نمیفهم. آره جالبه. سمت اون اونا ببین شورت پوشیده بودن کاورشون کردن. آره دقیقا اونا چون خیلی کوتاه حجابشون اسلامی نبود اونا رو بهشون یه دامن دادن که بپوشن. آره خیلی جالبه. اوکی بچه بزنیم پله مله ها رو بریم بالا برسیم به جاهای قشنگش و همراهتون هستیم. لایک و سابسکرایب کامنت یادتون نره 50 صد داریم میریم بیرون. بچه مسیرش رو ببینید یه حالت پله ماننده دیگه. پله ای باید برید بالا و قشنگ کوهنوردی کنید. جالب است. پیش به سوی طلوع خورشید در شهر سیگیریا.
آروم احترام بذار، کنار معبدی ما. نفس افتادیم باشی. هشتیم بالا پایین پروتئین بدنمون سن اون اونقدر لاغر نبودیم. تو این سفر ما خیلی وزنمون کم شد. همه در حال ادونچریم با یه ورزشگاه. گیرپاش کردم. مواظب باشین. اوکی. خیلی شیب داره بچه ها. توی این مسیرمون یه دونه بودای خوابیده دیدیم و این بودای خوابیده اکثرا توی این دینهای هندو و بودایی زیاده. یه چیزی به معنای آرامش و اینجور چیزاست. توی دیگه خودش رو رها کرده خوابیده. مسیرش جالبه بچه ها. یه ذره وحشیه ولی خب چراغ مراغ داره و اینکه آدمای دیگه هم اینجا اکثرا و با هم یه حالت گروهی میرید و این کوهنوردی هایی که تو تهران میکنیم درکه اینا از 5-4 صبح دیگه میزنن بالا تا برن به سمت طبیعت. ما اینجا که الان وایسادیم یه جایی که دیگه اصل جنسه. واقعا باید صخره نوردی کنید دونه دونه اینه ببر پنگال برید بالا. همه وایسادن ها. صدای انواع اقسام حشره ها هم میاد و دوستامون از فرانسه دیگه دوربین گوپرو رو هم گذاشته و داره فیلم میگیره. سیستم خیلی جالبه. حتما اینو تجربهش کنید. خب ما دیگه کم کم رسیدیم بالای صخره. اومدیم بعد از 1.5 ساعت کوهنوردی ما این صحنه رو میبینید. عجب چیزی. این همون صخره شیریه درسته؟ ما بالای اون صخره بودیم دیروز. واو. اصلا اینجاست که به قول همسایه روبرویمون میگه بنازم به قدرتت خدا. خیلی صحنه شیمیاییه واقعا. Oh my god. Unbelievable. بچه ها همونطور که میبینید همه نشستن منتظر طلوع خورشیدن و برای صحنه خیلی جالبی رو اینجا ببینیم. خورشید قراره از اینجا بیاد بیرون. ویس همینجور که نشستی ترن اران بزن برگرد به سمت پشت که یه توضیحاتی به بچه ها و ویو جالب بدیم. این بریه thank you. ما بچه ها ما رسیدیم به انتهای قله. یکی از بچه ها بچه ها میکنه که نشون طبیعت از این بالا منتظریم آفتاب بیاد بیرون. آره خیلی هم آدم اومده. من اولش اومدم فکر کردم که زیاد کسی نیست ولی با اینکه 300-400 نفر آدم این بالاست. آره و اینکه اومدم منتظر چیزن. حتما میاد کفش خوب داشته باشید، یه کوله داشته باشید، آب داشته باشید چون یه ذره مسیرش این ببر و پلنگ باید بیاید بالا. همینه. خوشحال. آره و اینکه حتما این رو برید و موضوع این میمونه هم باشید. ماجرا که ما گوشتونم نزنن. thank you. You're welcome. اینم آقای میمون اومده مدیتیت کنه با ما.
at that. It's still recording. Oh my god. So naughty. Stole someone's phone. Look at that. Oh my god. He thinks he's so smart. همین داستان. خب بچه‌ها دیگه داریم برمیگردیم پایین یواش یواش از توی اون ویویی که رفته بودیم. واقعا ارزششو داره بیاید صبح خواب بیدار شید. راستش من یه ذره خودم چیز کرده بودم، اول می‌خواستم بخوابم صبح نیام، یه ذره خسته بودم ولی دیگه به زور ولی دیگه اومدم. بعد ورودیش هم $3 بود و عالی بود. حالا الان قراره بریم خونه ساعت 7 صبح یه استراحت ریزی بکنیم، یه چیزی بخوریم و به احتمال زیاد ببریم با هم دیگه بریم یه سافاری توی جنگل‌های وحشی با حیوانات وحشی، فیلای وحشی که اصلا توی طبیعت هم کروکودیل و آره یه سری میمون‌های متفاوت تری از میمون‌هایی که این دیدیم ببینیم و شانس لئوپارد هم هست ولی ببر و پلنگ و اینا دیگه. آره ولی خیلی کمه. ولی گفت خب خیلی نوعای مختلف پرنده و اینا داره. آره پرنده‌های مختلفی هم هست. آره مثلا این چیزی که مثلا خیلی برای بهش معروفه همون پرنده‌ها و گونه‌های مختلف پرنده است. اگه اینجا یه خورده من صحبت نکنم شما میشنوید تو بک. دقیقاً صدای پرنده‌ها خیلی مخصوصا سکوت می‌کنیم ما چند ثانیه. آره اگه بگیره صدا رو. اوکی بچه‌ها بریم سوار توک توک شیم. رانندمون هم خیلی پایه بود، اومد ما رو رسون با $2-3 میرسونن تو، منتظرت هم میشه 2 ساعت و آخر سر هم با خوش برمیگردید که اصلا چیز دلهوره برگشتش و حالا چه جوری برید و اینا چون یه ذره دوره نه. آره اپلیکیشن پیک می هم که بهتون گفتیم میتونید استفاده کنید. اوکی بریم استراحت رو بزنیم و با سافاری بازم باهاتون هستیم و لایک و شیر و سابسکرایب و کامنت خوشگلا هم زیر این ویدیو بزنید.